سلام و درود به بچه‌های عزیز. امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. اگر این چند روز من ویدیو نداشتم از همه شما عذرخواهی میکنم، چون به خاطر یه دلایلی نتونستم ویدیو بذارم، قطعی برق و چیزای دیگه. تو حاشیه نرید. امروز ما یه ویدیو داریم به نام همون GTA آنلاین، ولی گواهینامه و شغلشو اینا رو همه رو بهتون میگم چجوریه. خب بی معطلی بس بریم سراغ ویدیو. به اصلا عالیه، واقعا آدم عشق میکنه. بله یا خدا ماشین اینجا چیکار میکرد؟ واقعا برای من سواله. من گواهینامه نگرفتم و خودتون میبینین که سوار نمیشه. خب حرومی خب اینا رو کار نداریم دوستان، اصلا ما به اینا اصلا ضرری نمیرسونیم. ما اینا رو بایم بای میکنی؟ نه ناموسا فازه چیه تو؟ حیف مشت بهت نمیخوره وگرنه تو رو. خب ما از چیزی که میتونیم استفاده کنیم فعلا یه دوچرخه از دوستان. از دوچرخه رو برمیداریم میریم برای گواهینامه و از اون بر شغل و چیزی. خب اینجا این سمپا فرق میکنه مثلا مکاناش مشخص نیست، یکی نیستش. والا من اینجوری که من دیدم همچین چیزی نیست. خب این ماشین به ما داده، حالا میگه روشنش. خب روشنش کردم، کلید 2 رو بزنید اون ادساین این بالا نوشته همون این ماشین روشن میکنه. خب دوستان الان 19 تا باید مانع باشه که با هم دیگه رد بکنیم. ولی چرا اینقدر دورن؟ خیلی هم جای خوبی. چرا اینقدر دورن؟ میگه من دورم و منفورم. این الان اینجاه، اینجا زده اینجا بر ما همچین چیزی اینجاه. شما میتونید برید نگاه کنید همچین چیزی اینجاست. نمیدونم کل مابو برداشتن به هم زدن به خاطر یه سم. فعلا 8 تا رو رفتم، 19 تا مونده. حالا برو بابات کسکش من مجید کرونم خواهد خدایی بد زدنش، میدونم خیلی بد زدنش. همون زوله مردی از کجا داره میره خدایی. فکر کنم دوستان الان شما نصفتون امروز خونه این. من الان دارم میکنم امروز میشه شنبه، شما خونه این چون مدارس تعطیله. به خاطر این شما امروز خونه این. شما بهتر میتونید ویدیو رو نگاه کنید، دستتون باز. خلاصه دوستان لایک، کامنت، سابسکرایب اینا فراموشتون نشه. خدایی حمایت کنید من تا ویدیوهای قشنگتر و بهتری درست کنم. نایس. فکر کنم رسیدیم دوستان. چیزی که مشخصه فکر کنم رسید. بله فکر کنم گواهینامه رو من گرفتم. درسته؟ فکر کنم گواهینامه رو گرفتم، ولی اینا رو فکر نکنم بتونم سوارشم. دوستان بین اینا نمیگیرن، اینا همه دارن. اینا شما چیزی که دوست دارین مطمئنم یا این بنفشه است یا این زرده است یا اینه، ولی من اینا رو اصلا انتخاب نمی کنم. میرم اون سمت این یکی. این خدایی خیلی خوبه. فکر کنم تو سریع خشن هم همچین چیزی استفاده کرده بود. ماشینی ناموسم ماشینه. واقعا دست
با اینا رو گرفتیم رفتیم اونجا فلان کار انجام دادیم. حالا هر کاری با اون بازی نکن. اوکی؟ چه ماشینیه ناموسن، خدایی ماشین. حالا وایسه باش تکاف حالا وایسه باش تکاف دلت نخواد. خدایی نگاه کن به مگه میشه خدایی مگه میشه. حالا با این ماشین دوری میزنیم، دور چجوری باشه خرکی باشه ولی خدا کنه این ماشین آسیب نکنه، چون خدایی ماشین من پول دادم خریدمش. حالا یه گازی میدیم باش که سرعت 140 و 160. حالا بیشترم تازه داده میشه اگه نخوریم به جایی. وای این واقعا اتفاقی، این میره شورت چنده این تو آنلاین بوده نه ساخته، تو آنلاین میره خیلی فرق میکنه. ماشین نابود شد. به خدایش دریفتال میزنه، چقدر زیباست این ماشین، هر چقدر از اصلا بدی خیلی تاثیر گذار. به رانندگی در هوا. چی که ما رفتیم تو گل نه این باید بهتر که الان دیگه کارش تمومه. میخواستم از اونجا برم دیگه نرفتم. خلاصی که ماشین خوبیه. یه خالی ببند. چی میگه؟ نه جواب میده توپولو عجیب صورتی داره، باید چقدر فرق میکنه خدایی. مادر چی؟ دوستان بریم گروه سری. خورد به جایی بد. ماشین پدر ماشین من در آوردم. اینجا خوبیش اینه که تو میتونی قشنگ همه کار بکنی، ماشینی تو قشنگ درست بکنی، همه کار انجام بدی. این خونه رو اگه بتونم بخرم دوستان، این خونه رو اگه بتونم بخرم یعنی من بودم. $100 خریدم خونه رو. شام مگه میشه؟ بیا از الان شیطانی شدم میشه اوجی، مگه میشه؟ چقدر پسته. بابا اینا چی؟ من فکر کنم خونه برای یکی تلویزیون رو نگاه، اینجا رو نگاه، لپتاپ رو نگاه کن، لپتاپ. واو چقدر جالبه. هنگ سخفی مگه باز صندوق چیزایی. دوستان من همین دارم میتونم تو درست بکنم اینجا یادتون باشه من هم درست بکنم چیزایی رو. بعد یه چیزی باش درست میکنم، عالی ماموریت رو درست میکنم. این بخشم به پایانش رسید. واقعا ممنونم که من حمایت میکنید، کامنت میذارید، لایک میکنید، خلاصه هر کاری که میکنید به من انرژی میدید و ممنونم که شما هستید و ویدیو رو نگاه میکنید. خب دوستان با ویدیوی بعدی تازه سر این درود به همه تو خدا